آدمی درون اجتماع زندگی می کند و لاجرم رفتارهایی که از او سر می زند بخشی از آنها در ارتباط با تعاملات اجتماعی است و یا به نحوی از طرف عوامل اجتماعی تحت تاثیر قرار می گیرد، به طوری که رفتار یک فرد در تنهایی متفاوت از رفتاری خواهد بود که در اجتماع از خود نشان می دهد. رفتار اجتماعی یعنی هر رفتار که متضمن کنش متقابل دو یا چند انسان باشد. در این ویدیو قصد دارم به 30 عادت ناپسند اجتماعی اشاره کنم. لطفاً اگر کانال رو سابسکرایب ندارید برای حمایت از من اون رو سابسکرایب کنید و ممنون میشم اگر از ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و برای عزیزانتون بفرستید تا ما این عادتهای ناپسند اجتماعی رو انجام ندیم و آگاهی بیشتری کسب کنیم. 30 عادت ناپسند اجتماعی. 1. خیره شدن به دیگران. 2. با دهان پر حرف زدن. 3. قطع کردن حرف دیگران. 4. اظهار فضل و دانایی کردن. 5. بلند حرف زدن. 6. خیلی محکم یا خیلی شل دست دادن. 7. پرخوری در میهمانی ها. 8. گذاشتن آرنج روی میز. 9. پچ کردن و خندیدن مرموز در حضور دیگران. 10. دراز کردن دست از سوی آقایان و اصرار برای دست دادن با خانم ها. 11. باد کردن یا صدا درآوردن با آدامس. 12. استفاده بی اندازه از تلفن همراه. 13. نمایش عمومی احساسات و رمانتیک بودن در حضور دیگران. 14. توهین یا کنایه و طعنه زدن به دیگران. 15. بهداشت ضعیف و رفتارهای ناپسند بهداشتی در حضور دیگران، مانند خلال کردن دندان، تمیز کردن بینی حتی با دستمال، شانه کردن مو، آرایش کردن در حضور دیگران. 16. حمله به حریم شخصی و باورهای افراد. 17. بی‌نظمی و رعایت نکردن و زرنگی در نوبت یا صف. 18. ریختن آشغال و زباله روی زمین حتی در جاهای کثیف. 19. پوشیدن لباس نامناسب یا آراسته نبودن. 20. خندیدن به خطاها، آسیب دیدن یا مشکل دیگران. 21. به کار بردن کلمه‌های زشت و زننده. 22. هنگام گفتگو نگاه کردن به جایی غیر از چهره مخاطب. 23. حل و فصل کردن مشکلات با فرزند یا همسر در جمع. 24. کشیدن سیگار در جمع. 25. سکوت و کم حرفی غیرعادی یا عبوس بودن در جمع. 26. مسخره کردن لهجه ها یا شوخی های تحقیرآمیز جنسیتی. 27. افراط و تفرید در سلام و احوال پرسی. 28. غیبت و بدگویی از دیگران. 29. سرک کشیدن در کار دیگران و فضولی کردن. 30. بی‌توجهی به وقت و برنامه دیگران.